قراره تو این آموزش با یه شال یه پیراهن خنک تابستونی بدوزی. مرسی که لایک میکنی. شال قدیمی تو یه بار از طول یه بار از عرض تا بزن. از بالا 8 سانتی متر و از 4 لایه بسته یه بار 3 سانتی یه بار 12 سانتی متر علامت میزنیم و هلال حلقه پشت و جلو رو طراحی میکنیم. ابتدا یقه پشت رو سپس یقه جلو رو برش میدیم. اندازه سرشونه 20 الی 23 سانتی متر میریم جلو، به اندازه 20 الی 25 سانتی متر میایم پایین و 1/4 دور سینه به اضافه 3 سانتی متر آزادی برش میزنیم و قسمت بالا رو بهش وصل. قسمت حلقه آستین به پایین هم صفر میکنیم و برش میدیم، همونطور که در تصویر میبینید. اون قسمت بالا رو یه چرت میزنیم که حلقه آستین ما مشخص باشه. حالا به اندازه قد بالاتنه که من 40 سانتی اومدم پایین میایم پایین و علامت میزنیم و 1/2 دور کمر کش تهیه میکنیم. کش رو میکشیم و دوخت میزنیم. حلقه آستین و دور یقه رو هم به داخل میدوزیم. پهلوها رو روی همدیگه قرار میزنیم، دوخت میزنیم و سردوز میکنیم. پایین کار رو هم میتونید به داخل بدوزید یا همینطور بذارید بمونه. اینم از تنخور پیراهنمون. بیا داخل پیج ببین چه خبره.